آقا بعد شما دیشب خونه یکی از رفیقامون بودیم رضا. یو بعد امیرعلی هنوز خوابه. ببینید ساعت 3:30 داره میشه. میخوام برم بیدارش کنم. نمیدونم چجوری هنوز خوابه. بریم بیدارش کنم. داداش نمیخوای بیدارشی؟ ساعت 3:30. بابا بلند شو، واسه چالش خفن دارم. واسه چالش خیلی خفن دارم. بابا بیدار شو امیرعلی، ساعت 3:30. من چیکار دارم؟ بابا بیدار شو، واسه چالش دارم. چه چالشی؟ بچه‌ها چالش خفن دارم. چه چالش؟ هر کی زودتر بخوابه آقا باید چالش بذاریم بین خودمون. هر کی زودتر بخوابه باخته. حالا بیا بعد توضیح میدم. بیدار شو. هر کی زودتر بخوابه باخته. آره بلند شو. یعنی چالش از الان شروع. بلند شو. ما رو بیدار کرده. ما رو بیدار کرده این ساعت رو میگه چالش چرا گوش بده به من. صحبت نکن. میخوام چالش رو بهتون توضیح بدم بچه‌ها. خودت هم خوب گوش کن. یه پرنده قبل اینکه چالش رو توضیح بدین اینجا یه پرنده دارم. از صبح دهن منو زده سرویس کرده. ناموس دلغک که خواب نداری حروم. خوب نخوابیدیم جفتمون و میخوام چالش بزنم. من رضا خروپوف کردش من تونستم بخوابم دیگه. آقا یه دقیقه گوش بده. رضا دهنتو. ببین این تویی. خب اینم تویی. نه این تویی. چقدر تو نمکی. نه بس سزا. ببین این تویی. بابا بود سر صبح خستین داری چیکار تویی امیرعلی. چرا زوره؟ یه 4 تا شیبی دارم اینجا داری. اینا شیبی داره بچه‌ها. جمله باید بیان. خب این منم. آها این منم اون تویی داشتن. تو ریشت کامله آره چهار. خب این منم. نه این منم این تویی. خب امیررضا امیرعلی. حالا گوش بده. از الان چالش شروع شده. هر کی زودتر بخوابه تو این چالش، مثلا تو اینجایی این تویی خوابیدی الان. واقعا نقاشی افتضاح. گوش بده. با خلاف زیاد افتضاح. این تویی الان. داشت اینو حتما این حتما باید باشه پاس سوم. این تویی الان خوابیدی. هر کی زودتر بخوابه تو این بازی باخته. و چالش به همین راحتی هم نیست. گوش میدی چی میگم؟ چالش اینجوریه که یه گردونه شانسی داریم. چند تا چالش توشه. حالا میتونه انرژیزا باشه، یعنی بهت کمک میکنه. یعنی چیزای شانسی داره. آره میتونه کمک کنه، میتونم بعد بشه لاله‌ای وسط بذاریم و ببینیم که کی زودتر میخوابه و این چالش رو میبازه. برو بریم. Let's go. حالا که داری میری تو از این شهر واسمو ببینیم. بگید سلام. آقا همه چرا خستن؟ رضا ما نباید بخوابیم. باورت میشه؟ آقا تو میتونی بخوابی. تو چرا من خسته؟ ببین من یه سوال دارم. چرا نباشم؟ من یه سوال دارم. یه انسان تا چقدر محدوده که نباید بخوابه؟ محدود نیست. یعنی هیچ وقت محدود. چقدر سالم میمونه اگه نخوابه؟ فکر کنم 5 روز. 5 روز؟ بعد 5 روز احتمال سکته مغزی. به نظر چقدر دووم میاری؟ من میگم بیشتر 72 ساعت خودمو جر بدم بیشتر نمیارم. به نظر خودم سکته مغزی میکنی. جدی سکته مغزی میکنی داداش. 5 روز میتونم نخوابم. زر میزنه. به خدا یه بار حاجی 4 روز نخوابیدم. جدی میگم. آقا الان اگه حوصله‌مون سر نره میشه یه فیلم پلی کنی اینجا ببینیم. یو بابا تو چرا خسته؟ بلند شو. نباید بخوابی. اوه من خوابم میاد. نخوابیدم دیشب. رضای عشق من نذاشتی شب بخوابم. من چه بشین فیلم ببینیم؟ بشینیم فیلمو ببینیم. حاجی واسه این فیلمی که داری پلی می‌کنی حاجی ما داش 72 ساعت بعد بیدار بمونیم. خیلی بیکاریم. فیلم راجع به چیه به بچه‌ها توضیح بدم؟ 21 دقیقه از این 72 ساعت میره برای فیلم دیدن. عالی. راجع به چیه؟ نمیدونم ندیدم. شنیدم مرده زنده میشه. مرده زنده میشه. عجب فیلم خفنه. عجب فیلم حقی. حتما ببینید. بشینیم بچه این فیلم رو ببینیم. بعد اینکه دیدیم بریم بیرون یه چرخی بزنیم و بهتون توضیح میدیم که این فیلم بابا برو گم شو. بهتون توضیح میدم فیلم راجع به چی رو. باحال بود ببینید یا نه درسته؟ میگه خدافظ. خب بچه‌ها الان دور و بر فکر می‌کنم 5 6 ساعت میشه که این چالش میگذره. خوابم میاد داداش. نمیدونم چرا 5 6 ساعت تازه گذشته. چی خوابم میاد؟ خب بچه‌ها الان 5 6 ساعت این چالش گذاشته. این فیلم رو هم دیدیم. انقدر بچه‌ها فیلم عوض کردن. یعنی هی اینو گذاشتیم این فیلم مسخره است. این عوض آخرام یه فیلم گذاشتیم انقدر مسخره بود آخر عوضش. آقا خلاصه تازه داره این چالش شروع میشه به نظر من. 5 6 ساعت گذشته تازه. و این خونه ما بریم بیرون یکم استراحت کنیم. الان خونه میزنیم بیرون بعد تازه بازی شروع میشه. یه سری آیتما میاد بعد انجام گردونه اصلا تازه شروع هاش گردونه به تازه به وجود میاد. و این که حرف دیگه نمیمونه دیگه. یکم استراحت کنیم یعنی بشینیم ریلکس کنیم بریم بیرون. آقا
گردونه شانس رو میدونی بیا. تایم چی شده؟ گردونه شانس. بله عزیزم فقط الان چقدر آیتم نوشتی؟ بخوای اول خیلی آیتم تو شده هشت. نشون بده. خب فقط الان اول من برم یا تو، یا آیتم من برم یا آیتم تو، اول آیتم سلطان. یا میخوای با فاصله بری؟ بذار من برم ببینم چی میفته. آره اول تو برو. من ببینم بزن چی میفته. بزن نشون بده. انگار حاجی خواب بیفته خواب. چون الان تقریبا 10 ساعت از چالش گذشته من اینم خستم. شیر گرم حاجی. میدونید که شیر گرم چیکار میکنه؟ کمک میکنه خوابت بگیر. آره ببین به من چی میفته. امیدوارم انرژیزا بیفته. انرژیزا دو افتاد. ولی یک قدمی بغل انرژیزا بود. فیس شدم اتفاقا خوابم میاد. شیر رو بخورم حاجی بمیرم. من چرا خوابم میاد؟ منم عجیبه. من همیشه اینجوری تقریبا نبودم. 12 ساعت گذشته الان. نه چند ساعت؟ 10 ساعت فکر کنم گذشته. اوه یه جوری میگه مثلا 10 ساعت و 12 ساعتش 2 ساعت خیلی فرق باشه. می‌کنه. خب روز مرگ من رسیده دوستان. یه دقیقه میشه من صحبت کنم؟ نه اصلا روز مرگ من رسیده. آقا الان اومدیم از خونه بیرون و چالش نزدیک 12 ساعت به بیشتر گذشته. آره. درسته 12 ساعت. و من الان یه نمور من خستم. چرا خوابم میاد؟ من اصلا دیروز اینجوری نبودم. آدم نرمال توی روز 12 ساعت بیشتر ببین نمیخواد. من آدم نرمالی نیستم پسر خوب. رفتیم یه دوغ دامداران خریدیم بچه‌ها. شبیه شیره. نه شیر دوغه. رفتیم یه دوغ دامداران خریدیم. زبونم دیگه حاجی گرفته و شیر داغم حاجی نمیدونم تا من برم خونه داغ کنم. آره چون که وای حاجی چالش‌های بعدی خیلی سخته را. ولی واقعا من همین الان یه چالش داریم باید یه رو تخت بخوابی. یعنی چشاتو فقط ببندی نه باید بخوابی. اون خیلی خیلی سخته اون چون چشاتو ببندی میری. بعد حاجی آهنگ من- لالایی هم باید بذاری. ولی من دیگه نمیتونم دووم میارم. چشام داره میره از الان. نه باید بیدار. نمیدونم چرا. باید بیدار بمونی. Let's go. یارو عکس آقا من اون شیری که باید میخوردم بچه‌ها اینجا ریختم تو لیوان داغش کردم تو مایکروویو. تو مایکروفر گذاشته احمق حاجی رو. شیر رو داداش میذارن رو قابلمه میکشونن. احمق. چشامو نگاه کن ناموسه خوابم میاد. داداش شیر گرم. عکس این شیره که میبینی این شیر با بقیه شیرها یه فرقی داره. اگه گفتی چه فرقی؟ شیر منه. این شیر طبیعیه. داداش انقدر نمک ریختی حاجی اینجا دیگه خنده‌دار نباشه. بی نمک آقا میدی. این شیر باید بخورم. اینو بخورم من خوابم میگیره. آره خیلی احمق. خیلی خوابت میگیره. اصلا نشنیدی میگن مثلا یارو چرا میگی بدمزه؟ نه بعد مزه نبود داغ بود. نشنیدی میگن که بابای تو صحبت کنم. نشنیدی میگن مثلا طرف خوابش نمیبره میگن شیر داغ بخور. جدی؟ آره چشا رو خسته میکنه با دوغ. به خودی چشا رو خسته میکنه آدم میفهم. وای حاجی من اصلا اسهال نشم. الان غذام خوردی ها. اوه حاجی من غذا رو زدم خوابم. غذا رو زدیم راستی ما فقط اسهال میترسم. من غذا رو زدم دارم میمیرم از خواب. من میگم هم دراگ میخوای بری هموم؟ آره الان میخوام برم همون برم. خوابت نبره خیلی اونجا. بدتر. خوابت نبره اون تو. الان چند ساعت گذشته چاله؟ خیلی ده 13 14 ساعت گذشته. بیشتر 15 ساعت گذشته. چند ساعت دیگه میشه 24 ساعت. آقا من رفتی همون خوابت نبره عوضیا. نه اسکو تو همون که خوابم نمیبره میمی خفه. بعد همون بیا یه چالش جدید بریم. بعد همون نمیشه چالش حل بریم. گردونه رو بزن. لذا میدونم الان این سر دورایی من میدونم که اون حتی مثل منم دوست نداره نداره. بچه ها آجمی واسمون شیرموز آورده. میخوام تست کنم. شیر موزه خواب میپره نیاد خواب میاره. شیر داره توش دیگه. داشتیم تازه آمد چی تازه تولیده. خودم تا اون درستش کردم. میدونی شیر موزه مزه چی رو میداد؟ شیرموزه مزه زندگی میداد. نه مزه بچه‌های آینده منو میداد. شما کلاس شوخی میری؟ میخوام یه حرکت جالب بریم. گردونه شانس. گردونه شانس. اوه fucking my god. آخرین چیزی که افتاد دوغ بوده به من بوده. آخرین چیز دوغ به تو بود دیگه. الان یه گردونه رو بزن ببینیم چی میفته. اول واسه من ها. اول تو اول واسه من. صدام داره بچه. چی افتاد؟ آهنگ آروم آهنگ آروم. ولی بغل انرژیزا بود. آره بغل ببین میشینی دراز میکشی. دراز میکشم؟ نه رو تخت نه. تخت یه آیتم جداست کاملا. یا آهنگ ملو باید پلی کنی. آره یه آهنگ ملو همینجا آره. میشه. من میرم بیرون اتاق ولی. خب اوکی خودم اوکی حل. حالا بذار من الان آیتم شما چیه؟ یا آهنگ ملو باید بذارم حاجی. وای من خوابم میگیره قطعا.
انرژیزا بیفته نمیدونم. انرژیزا تو رو خدا یه ساعت تنها یه ساعت تنها آقا من خواستم بزنم یه رو. نه یه ساعت که خیلی زیاده خوابت میبره. مثلا یه ساعت یه رو که قشنگ خوابالو بشی و دهنت سرویس میگه جی. من میدونم الان چقدر خوشحالی من میدونم الان میری سر دورات من میدونم که اون حتی مثل من دوست نداره نه نداره کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم نه نداره خوابیدی؟ نه داداش عجب آهنگ قشنگی بود. داداش همه رو با دقت گوش دادم. داداش همه رو با جدی داره خوابت میگیره بچه چشش نگاه کن. آره حاجی خب خیلی ملو. ساعت الان چنده؟ داداش یه رو داری آهنگ میزنی. ساعت 3 آره؟ ساعت 3:25 صبح بچه ها. تو یک میخوابی آره؟ من عادت دارم. من 1:30 2 میخوام تقریبا آقا یه ساعت 1 ساعت دیگه فکر کنم هوا کم کم صبح بشه. اینا لپاتو ببوسم نازش کنم انقدر قشنگ خوابیده. میخوام مثلا داستان میگم. یه روز یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود هیچ کس نبود. آجی خیلی خوابم میاد چیکار کنم؟ دیگه باید بیدار بمونی. بریم بچرخونیم شاید انرژیزا افتاد یا زوده. نه الان زوده. الان تازه میخوایم سریال ببینیم. خوابم میدونی میخوایم چه سریال ببینیم؟ خفه شام. من ومپایر دایریس تا قسمت 8 دیدم. بعد قسمت 8 هم دیگه ومپایر دایریس ببینیم. برو بریم آقا بچه ما بریم سریال بزنیم سریال بریم. Maybe. It's tiny enough, yes. همونجا ساعت تقریبا چنده؟ 5 شده یا نه؟ نمیدونم خفه شو بذار سریال هم بریم. 5 ایناست با حاجی دیگه. چرا یهو دوربین میاری داداش؟ پشمام اینجوری بیشتر حال میده احساس میکنم. ساعت 4-5 4-5 حاجی بیخوابی دیگه داریم میمیریم. فقط نشستیم این اصوله داریم سریال میبینیم حاجی. نشون نده با اسپول میشه. اینم از من. بچه‌ها دارم ومپایر دایریس رو ندیده اگرم دیده. نه این تیکه اسپویل خاصی نداشت اصلا. حتی این تیکه شد اسپویل خاصی. اسپول داره داشتش نداره. بچه‌ها این تیکه شو نبینید. حاجی من خوابم. خمیازم بریم. چقدر دیگه میخوای ادامه پیدا کنی انشالله؟ بچه من قلبم یکم داره درد میگیره اصلا. من چشام خط داشت انگار جنس باشه. حاجی یه جوری هم بچه اومدیم بیرون گفتیم بیا تنوعی بدیم حاجی. آره اصلا حال هوا. آره تو خونه موندیم بدتر خوابمون. من میگم که یه تنوعی بدیم این چالشی. یه چالش دیگه بریم ولی من فکر نمی‌کنم خیلی دووم بیاره. ببین یه انرژیزا داریم یه دونه قهوه. یعنی جفتش جایزه است. این یه رو چشاتو به من که انجام دادم. من اول بزنم تو. بذار اول تو. بریم قهوه به من انرژیزا میفته بشین در. امیدوارم انرژیزا بیفته. مطمئن بودم انرژیزا میفته. خیلی خوشحالم انرژیزا. باش قهوه‌ام بد نیست اسکلی الان قهوه بهتون میفته. آقا این اصلا چیه مارکش؟ میدونستم به امیررضا قراره بیفته. بعد گفتم داداش ارزون ترین انرژیزا که داری و بهم بده. گرم شد از دیشب مونده دیشب خنک بود. مارک ایکس تک یکی از معروف‌ترین مارک‌های انرژیزا. ما تبلیغات گرفتیم. از چی میده؟ بچه بریم یکم بچرخیم تا شب بگیریم. من شب احتمالاً میخوام. شاید هم نخوام. ببین هر کی بوازه یکی ازش فیلم میگیره دیگه. آره دیگه هر کی بخواد یکی ازش خیلی خستم. بچه‌ها ما اومدیم خونه بعد من الان تو همون بودم. گوشیم کو؟ من الان تازه همون اومدم. خیلی خوابم میاد. ساعت اگه درست بیفته 3:25 است. یعنی فکر کنم راحت 72 ساعت تا الان من بیدارم. بعد اومدم با یه صحنه خیلی زیبا مواجه شدم. امیرعلی گرفته خوابیده. امیرعلی چالشو باخت. امیرعلی باختی داداش. اومدم همین صحنه رو دیدم. در باز کردم اومدم دیدم امیرعلی خوابیده. پشمام. ویکتوری رویال من این چالش رو با سختی زیاد بردم امیرعلی ایزد و قرار نیست یه چالش عادی باشه. هر کامنتی وای خوابم میاد اصلا نمیفهمم چی دارم میگم. هر کامنتی زیر این ویدیو بیشترین لایک رو بگیره مجازات بدید به امیرعلی توی ویدیو انجامش میده چون که باختی. خب بچه‌ها مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا چالش خفن دیگه.